دو تا رفیق بودن قدیمی تورگی از این مشتیا. یکی از این رفیقا با 1000 بدبختی میره پلیس میشه، یه پلیس وظیفه شناس هم میشه. رفیق دیگه تا میفهمه این پلیس شده یهویی غیبش میزنه میره. یه چند سالی میشد پلیس از رفیق قدیمی خودش خبر نداشت. روزا میگذره، یه شب توی تعقیب و گریز خیابونی یه ماشینو میگیرن، ازش مواد در میارن. پلیس وقتی راننده رو میبینه رفیق قدیمی خودشه، میکشش کنار، کلی با هم حرف میزنن. میگه داداش این مواد تو ماشین چیکار میکنه؟ رفیق میزنه زیر گریه، میگه یادته همه حتی پدر و مادرم به من میگفتن عرضه هیچ کاریو نداری، به خاطر اینکه خودم رو بهشون ثابت کنم دارم مواد میفروشم. الانم کلی پرونده دیگه دارم، اگه بگیرنم خدا میدونه چه بلایی سرم بیارن. تو مگه ادعای رفاقتت نمیشد منو از این باطلاق نجات بده، بذار فرار کنم، قول میدم دیگه خلاف نکنم. پلیس توی شرایط بعدی قرار میگیره، آخه خیلی رفیقشو دوست داشت، سرشو میندازه پایین، میگه برو. رفیقش میگه یعنی چی واقعا برم؟ بغلش میکنه، میگه فرار کن برو رفیق. رفیق میره، پلیسا رو میگیرن و میبرن دادگاهیش میکنن، از کارش اخراج میشه، یه چند سالی هم میره آبخنک میخوره. اینو یادت باشه رفاقت خیلی تاوان داره. میگه که ما جام رفاقت با هر که نوش کنیم نامرد روزگاریم اگر او را فراموش کنیم.